سیراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان پس از ملاقات با همتای روسی خود سرگئی لاورو گفت که تجارت میان دو کشور در حال گسترش است اما متناسب نیست. دو وزیر روز 24 فوریه در شهر مسکو مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه از جمله وضع مهاجران تاجیک را بررسی کردند. ما رشد تجارت میان دو کشور را ذکر کردیم. همزمان به نامتناسبی در صادرات و واردات میان دو کشور توجه ظاهر نمودیم. اشاره مهردین به زیاد بودن واردات محصولات روسیه به تاجیکستان و کم بودن صادرات مال تاجیکستان به روسیه است. سال 2019 روسیه به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار مال فروخته از تاجیکستان با ارزش 44 میلیون دلار محصولات خریده است. روسیه تامین کننده اساسی تاجیکستان با نفت و گاز است و تاجیکستان به روسیه اساساً محصولات کشاورزی می فروشد. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست خبری مشترک به این مسئله دخل کرد و گفت در ملاقات مسئله بهتر کردن شرایط کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان و هم شرکت‌های تاجیکستان در روسیه بررسی شده است. دیپلمات‌های روس در گذشته شکایت کردند که شرایط برای کار شرکت‌های روسیه در تاجیکستان ناگوار شده است. برای سبک کردن واردات محصولات کشاورزی تاجیکستان، کارها جهتی راه‌اندازی نظام سبک نظارت گمرکی و یا دالان سبز در عرفه انجامیابی است. ما به موافقه رسیدیم که برای ساختمان مرکز خرید یک لخت و تقسیمات محصولات کشاورزی در تاجیکستان چاره‌های علاوه‌ای اندیشیم. وزیر امور خارجه روسیه درباره یکی از مسائل دردناک مهاجرت کاری تاجیکان به کشورش هم صحبت کرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اپریل سال 2019 از همتای روسی خود ولادیمیر پوتین خواسته بود مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند تا حق بازگشت و کار در روسیه را دوباره پیدا کنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و بنا به گزارش‌های گوناگون تا 1 میلیون نفر از تاجیکان در آنجا کار و اقامت می‌کنند. مهاجران تاجیک از نقض حقوق، اذیت و آزار در کوچه‌ها از طرف ماموران پلیس روسیه شکایت می‌کنند. مقامات تاجیکستان می‌گویند که در فکر مهاجران هستند. جانب روسیه آزار و اذیت آنها را رد می‌کند.